و متاسفانه دوربین قطع شد و ما برگشتیم دوباره. صحبت این بودش که شما وقتی که لگد میخوایم به سر بزنین همیشه باید زیر گوش بزنین. اگه بالای گوش بزنین فایده نداره. و همیشه هم سعی کنین که پا رو قلاب بکنین. ساق پا میاد روی گردن، روی پا میره پشت گردن. و بهترین ناکوتا با همیشه روی شونه عقبی هستش. منظور من چیه؟ ببینید من هر موقع که گارد وای میستم، الان فکر کنید مثلا این براد مثلا من میخوام سرشو بزنم، من با پای راستم میخوام ضربه بزنم، همیشه شونه جلو از گردن شما از قسمت گردن شما مواظبت میکنه. یعنی این شونه همیشه جلو نمیذاره مثلا لگد تو گردنت بخوره، ولی شونه عقب همیشه پایینتره، همیشه راحت‌تر ضربه میخوره از این طرف، از طرف شونه عقبی. یعنی وقتی که حریف روی گاردیه که پای چپ جلوه، ناکوتای خوب با پای چپ میشه. من یعنی با پای چپم لگد بزنم الان ناکوت میکنم، درست؟ اگه حریفم گاردش عوض بکنه، سویچ گارد، الان با پای راستم خوب ناکوت میتونم بکنم. حالا خیلی باید براتون جالب بشه. اگر شما مثلا با یه حریفی خاصی مبارزه بکنین که ناکوتای خیلی بدی داره، گاردتون رو به اون سمت تغییر بدین. مثلا اگر طرف ناکوتای پای راستش خیلی بد ناکوت میکنه، میتونین پاشونه چپتو بذاری جلو. اگه این پا ناکوتیاش بده، اون موقع این شونه رو بذار جلو. بهترین نمونهش همین میرکو کروکاپ هستش. اگه نگاه کنیم میرکو کروکاپ که همه میشناسن، قهرمان کیوان، که بهترین لگدهای مثلا ناکوت رو داره با پای چپه. چرا؟ چون پای چپ دوباره روی شونه از شونه عقبی میگذره که میخوره به گردن. حالا اگه شما فایت های آخره مثلا همین کروکاپ رو نگاه کنید، میبینید که لگد نمیتونه بزنه سر. علت چیه؟ علتش اینه که نگاه کنید میبینید که همه گاردشون عوض میکنن. گارد عوض میکنن. مثلا پدبری مثلا با کروکاپ که داشت فایت میکرد، پدبری من گاردش عوض کرد، دیگه کروکاپ دیگه نمیتونه به لگد بزنه. حالا بیشتر برین دقت بکنید متوجه میشین. هر موقع یه نفر چپای سنگینی میزنه، اون موقع میتونه راحت مثلا شونه پای راست رو بذاره جلو، نمیتونه موقع با اون چپای سنگینی ناکوت بکنه. به هر حال حالا منتها به طور کلی وقتی برگردیم به MMA، ببینید برای یک کیک بوکسر بهتره که از لگدهای استفاده بکنه. برای کیک بوکسر فاصله حرف اصلی رو میزنه توی MMA. یکی که کشتیگیره باید فاصله نزدیک مبارزه بکنه، یکی که کشتیگیر نیست، یک کیک بوکسر باید فاصله دور مبارزه بکنه. برای همین یک کیک بوکسر توی فایت کیک بوکسینگ میتونه از جفت پاش استفاده بکنه، هیچ اشکال نداره. ولی برای MMA اگه که پای راستون عقبه سعی کنین با پای عقبتون بیشتر استفاده بکنین. چرا؟ بخاطر اینکه وقتی من لگد میزنم با پای راستم، ولی میخوام دوباره این پامو بذارم عقب دیگه، درسته؟ خب وقتی پامو دارم میذارم عقب فاصله به وجود میاد، میتونم درنم. ولی وقتی با پای چپم لگد میزنم، وقتی میخوام پامو بذارم فاصله‌ام کم میشه. شما باید همیشه استفاده بکنید. آقای رسلر، آقایی که شما کشتی میگیری، همیشه یاد باشه حریفی که با پای جلوش ضربه میزنه خیلی راحت میشه زیر گرفت ازش. چون وقتی لگد زد اینجوری میاد تو دیگه، تا میاد تو شما میری زیر میگیری، سریع میبری رو زمین. حالا برعکس برای پس کیک بوکسرها اینا بهتره که لگدها استفاده بکنین که فاصله میتونی به وجود بیارین و بیشتر این لگدها پای راسته و پای عقبه. چون بعد از اینکه لگد زدی میری عقب. اگه با پای جلو خواستی لگد بزنی، سعی کنین لگدهای استفاده بکنین که فاصله به وجود میارین. مثلا چه لگدی میتونی فاصله به وجود بیاری؟ ران هاسکی با پنجه با تو شکم حریف. ما بهش میگیم ژاپنی‌ها میگن سانکافو. ما میگیم ضربه مثلثی. شما وقتی لگد میزنی doing a triangle kick، شما میتونی اینجوری بزنی، نکن حریف میخواد بیاد تو شکمش میزنی، میچرخه شکمش میخواد بزنی، میاد زیر بگیره نمیتونه. try to shoot. ببینید اگه بخواد بیاد تو نکن، نمیتونه بیاد تو، چون وقتی میزنی پرت میشه عقب. حالا اگه همون کاری بخواد با ساق بکنی، now I'm gonna throw shit and you catch my leg. اگه بخواد با ساق بزنی دنده حریف اینجوری بزنی تو موی تای استفاده میشه، میگیره پاتو، میگیره تمام دیگه. الان این پامو میگیره و میزنه من زمین. برای همین اگه کیک باکسر هستی سعی کن پای عقب بیشتر استفاده کنی. اگه که کشتیگیر هستی سعی کن پای جلو زیاد استفاده کنی. چرا؟ چون هر موقع لگد میزنی اون موقع میتونی بری زیر بگیری. throw cross inside kick shoot. ببینید مشت میزنه، لگد میزنه، نکنید رفت زیر.
then shoot. ببینید 1 2 3 shuffle kick boom then shoot. one more time. ببینید همیشه چون راحته دیگه کیک میزنه از همینجا میره زیر. چرا؟ چون هر موقع پای چپ میزنین پای جلوی لگد میزنین میتونین برین زیر بگیرین. حالا من یه دونه بهتون چیز میخوام بهتون یاد بدم. یه چیز خیلی جالب که خیلی به درد میخوره. ببینید شما اگه یه رسلر هستین کشتیگیر هستین وقتی به کیک بوکسر مبارزه میکنین توی کیج این اتفاق خیلی میفته. ببینید کیک بوکسرها کشتیگیرا وقتی لگد میزنن به یه دونه کیک بوکسر کیک می مالک من کیک بوکسرم بهم برمیخوره. تو کشتیگیری اومدی داری به من میخواد منو توی رشته خودم شکست بدی یهو احساساتی میشه و یه لگد جوابتو میده. 99% وقتی شما به یکی لو کیک میزنی جوابتو میده. بعد شما میتونی سریع پاشو بگیری. So you kick me, I kick you back, you grab me. Okay. ببینید من بهم برخورد کشتیگیر پای منو زد سریع میخواد جواب بدی. آقا تو زدی منتظر همین بود. شما همیشه میتونی حریفو یه ذره اینجوری گول بزنی. مثلا یه لگد پرت بکنی بعد تا لگدی که پرت کرد پاشو میگیری بعد میری زیر. حالا ما کیک بوکسرها ما اینو استفاده میکنیم. ما کیک بوکسرها مثلا میزنیم بوم و تو جواب میده بنگ. منتظرم که لوکی هم بزن. میدونم که همونو میخواد به من بزنه. اصلا نیچر ماست. یه وقتی یه دونه میخوری میخواد جواب بدی میخواد با همونم جواب بدی. بعد وقتی میخوای بگی که من کم نمیارم از حریفم. داورا مثلا اونی که چرخشی میزنه حریفش هم چرخشی میزنه. همین جالب ترین مثال همین مثال کمال هستش که کشتیگیره رفتیم فیلیپین مسابقه حریفش یه چرخشی میزنه یهو دیدم که کمال داره میچرخه داره چرخشی میزنه که کلی خندیدیم. همین وقتی شما یه چیزی به حریف میزنی خیلی وقت حریف میخواد کپی کنه. اگر شما بدونی که کی میخواد کپی کنه میتونی زیر بگیری ازش یا میتونی ناخودش بکنی. یه دونه مثلا هد کیک میزنی لگد میزنی سرش بوم حالا جوابتو میده تو جوابتو داد بوم راحت بعد میتونی زیر بگیری ازش. برای همین این خیلی مهمه. حالا من یه دونه میخواستم برای آقایون کشتیگیر یه دونه دریل بهتون بدم تمرین بهتون بدم خیلی به درد میخوره. ببینید ما 4 تا دونه شماره میذاریم. شماره 1 لوکی که با پای عقب. شماره 2 لوکی که با پای جلو. شماره 3 میدل کیک با پای عقب. شماره 4 شماره 5 تو سر. شماره 6 دوباره تو سر. ببینید حالا من لگد میزنم حریف تمرینی روی هر لگدی پامو میگیره منو میبره زیر. نگاه کنین on each kick 1 2 3 4 5 6 you can grab my leg and take me down. ببینین من لو کیک میزنم میگیره بعد منو میبره زیر. با پای چپ میزنم left throw middle kick left middle kick head kick head kick. ببینید اینو میتونید تمرین بکنید روش که 1 2 3 4 5 6 بعد حریف تمرینتون انجام میده. بعد میتونید حتی بعد یه حریف تمرین بعد نمیگه مثلا همینجوری پخش و پلا بهتون لگد میزنه یه دونه سر میزنه یه دونه پا میزنه عادت کنید پا رو بگیرید. بعد نکته بعد یه کاری هم که میتونید بکنید اینه که روی پای حریف ضربه بزنید با مشت بعد زیر بگیرید. Now you're gonna counter with punch then take me down. ببینید دوباره 6 شماره اول لو کیک میزنم کراس هوک بوم بوم میبینید. بعد دوباره پای چپ میزنم کراس هوک وسط میزنم بوم بوم پای چپ میزنم پای راست سر میزنم پای چپ سر میزنم بوم. ببینید همون کراس هوک داره میره زیر میگیره. شما همیشه میتونین روی این کار بکنین. نحوه گرفتن خیلی مهمه. هیچ وقت وقتی حریف داره لگد میزنه به پای شما همینجا وای نستین. Kick me in my leg outside. ببینید من هیچ وقت این کار نمیکنم. چرا؟ چون حریف میتونه سر من کلا بزنه. میتونه I throw a leg kick and then he's gonna grab it. ببینید نگاه کنین. دیدین چی شد؟ من گول زدم. پایین نشوندم سرش دادم. هیچ وقت جلوی حریف وای نستی وقتی میخواد پاشو بگیرین. نه angle it out. چرا؟ بخاطر اینکه اگه من می‌خواستم بهش گول بزنم
اگه بری تو زاویه هیچ وقت لگد به سرت نمیخوره. نه move outside. ببینین الان میتونین راحت پای حریف بگیرید. کشتیگیرها سعی کنن که مستقیم نگیرن. یه قدم اگه پای راست داره میان کیک می بیاید این طرف. اگه پای چپ داره میان other leg. اگه پای چپ داره میاد بیاید این طرف. اوکی؟ حالا من خودم به بچه‌ها که یاد میدم همیشه میگم که دستتو اینجوری بگیر. دستو پایین نیار اصلا. دستو اینجوری بگیر. بعد وقتی که لگد به دستت خورد دفاع کردی همون موقع بگیرش. یه زاویه هم بردار. چرا؟ چون دست میاری پایین سرت یه ذره خطرناکه دیگه خودتون میدونید دیگه لازمه گفتن نیستش. یه کار دیگه هم که میتونید بکنین بعضی این کارو میکنن. بعضی جایی که مثلا بیان دستشون رو بیارن پایین لوکی که حریف بگیرن پا رو میارن بالا. ببینین کیک می مالک. ببینین من از پام استفاده میکنم do this slowly very slowly. ببینین پامو میارم بالا میگیرمش. بعد دوباره کیک مشتمو میزنم و میرم زیر میگیرم. شما همیشه میتونید از پاتون رو استفاده کنین پای حریف بگیری بری تو مش بزنی زیر بگیری. حالا اینم برای من همیشه تکدین میگم بعد دوباره دفاعش هم میگم چیکار بکنید. آقای کیک بوکس شما وقتی با کشتیگیر خاصی مبارزه بکنید سعی کن لو کیکاتو اولا اینکه اگه خاصی بزنی اینجا این ساق پاره که وقتی میزنی حریف هیچ وقت اینقدر نمیاد پایین که بخواد پاتو بگیره نمیرسه پاش. بوم فرقی نمیکنه جایی که بری رونش بزنی وقتی رونش میزنی بعضی وقتا پات گیر میکنه ولی وقتی که میزنی توی این جای پاش نمیتونه بگیره اونقدر نمیره پایین. اگه دستی میره پایین سرش میزنه خودش میکنه. سعی کن زیر زانو رو بزنی عضله دوقلوی پاشو بزنی با ساقه و همیشه هم در جهتی بزنی که پنجه‌های پاش چیز شده به هر طرفی پنجه‌های پا هست. چرا پنجه‌های پا؟ ببینید من وقتی پشت پا ضربه بزنم پنجه‌های پا بلند میشه. وقتی شما وزنتون بیفته روی پنجه‌های پا بره بالا وزن میفته روی پاشنه و اون موقع دیگه پاتون سر میخوره. درست؟ برای همین من یه جوری لگد میزنم که بخوره توی عضله دوقلو پنجه‌های پا بلند شه حریف سر بخوره یا تعادلش به هم بخوره. اگر خواستین ریسک بکنی بالای زانو رو بزنین سعی کنید مثل موی تای کارا نزنید تای باکس کارا نزنید که میان تو اینجوری میکنن اینجوری مثلا اینجوری میکنن. ببین این کاری که میکنی یعنی تو داری پاتو داری میری به حریف دیگه راه میگیره. سعی کنید که بیشتر روی عضله کشاله رام بزنی که وقتی روی عضله کشاله رام میزنی اون موقع اتفاقی که میفته حریف پاش میره اینجوری میره بعد نمیتونه از زیر بگیره. درست؟ این کار حتما انجام بدیم. بعد روی ترکیب کار کنیم. مثلا ببین من یک ترکیبایی که خیلی استفاده میکنم اینه چپ میزنم پامو سویش میکنم روی چپام سر حریفو میزنم یا اینجوری میکنم اینو میزنم. چرا؟ چون خیلی دوست دارن روی چپا بشینن به سمت راست. منم میدونم سر اینو میزنم. دفعه بعد این کارو میکنم سرشو میخوام به پای اینجوری میکنم بعد این برای میرم. اگه کشتیگیر باشی بعد میتونی پشت حریف. اینا تکنیکایی که خیلی به درد میخوره و میتونی از استفاده کنی. من هر سری که صحبت میکنم سعی میکنم تا اونجایی که میتونم نکته بیارم توی هر کدوم من از این تمرین‌ها. اگه بخوای درس بدی باید روش کلی کار کنی ولی من میخوام که یه جوری باشه که شما سرنخو بگیرین برین دنبالش رو پیدا بکنین و به نتیجه برسین و امیدوارم که موفق باشین. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و سعی نکنین فقط برین تو باشگاه واسین با هم دیگه هی مبارزه بکنین. خیلی دوست دارم مبارزه بکنین. علتش اینه که آدم سرگرم میشه دیگه حوصله‌اش سر نمیره. موقعی که تمرین میکنین و یه چیزی میخواین انجام بدی یه خورده حوصله آدم سر میره. واسه همین دوست دارم مبارزه بکنم ولی شما وقتی مبارزه میکنین یه سری تکنیکا جا میفته و یه سری تکنیکای بعدم جا میفته. اون تکنیکای بعد خوب نیست. هدف تمرین همیشه اینه که ما سعی کنیم که پیشرفتی توی ما میگیم مثلا تکنیکات رو باید صیقل بدی توی تمرین بهتر بکنیم و حتما باید شما یه وقتی بزنین که اینا رو با حریف تمرین میکنین و بعد هی مثلا مبارزات تمرینی هم در کنارش انجام بدین. براد thank you very much. برادی که بچهای خیلی خوبه مدتی الان شما تمرین میکنه و الان مدت 8 ماه هستش باشگاه اصلا میخوابه یعنی زندگی شده این و تمرین میکنه حرفه‌ای هم کار میکنه و بچهای کشتیگیر هم هستش. برای همین برادر گفتم بیاد امروز یه کمکی کرده باشه. خیلی ممنون تا جلسه بعد. خداحافظ.